خیلی دوست داشتم وقتی اومدم ایران با خانواده بریم رستوران هفت پیکر که یه رستوران خیلی قشنگ تو محله قدیمی گرگانی که از بازار نلبند هم از رد بشین تا بهش برسید. اینجا غزال داره منم بهتون نشون میده. جای شما خیلی هوای گرگان مثل همیشه خوب بود. بچه همه با تعجب ما رو نگاه میکنن. بوتیک هتل هفت پیکر داخل خانه باقریا تو محله قدیمی گرگانه که یه فضای سنتی خیلی قشنگی داره. براتون چند تا فیلم کوتاه ازش گرفتم و رستورانش همچین فضایی داره. بچه‌ها واقعا قشنگ بود و غذاشون مثلا این پیشکشی بود که بهمون داده بودن و ما هم کباب سفارش داده بودیم، کباب کوبیده و کباب جوجه با پلو پسته‌ای. بعدم که غذا شروع کرد به عکاسی کردن از همون که تو این فضای سنتی پشت خونه باقریا خیلی عکس قشنگی شد. خلاصه که به ما واقعا خوش گذشت. امیدوارم که شما هم برین و حسابی عکس و فیلم‌های قشنگ بگیرین و غذای خوشمزه بخورین.